از صحیح بخاری خواهران عزیز آخرین درسمان درباره دعا در وقت غم و اندوه بود. آره، پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت غم لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب العرش و رب السماوات و الارض و رب العرش الکریم. این دعا رو میخواندن، دربارش گفته گذشته بودیم. امروز خواهران عزیز پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعایشان از زیاد چیزها پیامبر پناه طلبیدگی هستند، اما یکی از دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد به الله با اون دعا پناه می بردن این بود. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که میگویند کان النبی یتعوذ من جهد البلاء و درک الشقا و سوء القضاء و شماتة الاعداء. یعنی پیامبر چی میگفتن؟ اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشقا و سوء القضاء و شماتة الاعداء. پیامبر میگفتن پروردگارا من به تو پناه میبرم از مشقت‌ها، از عذاب‌هایی که به اون طاقت آورده نتوانم، از بلاهایی که داخلش پر از مشقت باشد، چی در مسئله فرزندم، چی در مسئله زندگیم، چی در مسئله آخرتم، عموما از بلاهایی که پر از مشقت هست و طاقت ندارم، من به تو از آن پناه میبرم. و درک شقا و این چونین من به تو پناه میبرم از اینکه مرا بدبختی فرا گیرد و من در دنیا و آخرت از رحمت تو دور باشم. و سوء القضاء و پروردگارا من از هر بدیه که تو مقدر کرده ای، یعنی ما چی میگوییم قضا و قدرهایی که در آن مشکلی ها در داخلش هست، از آن هم به تو پناه میبرم. و این چونین پروردگارا من به تو از شماتة الاعداء، از اینکه چنان گرفتار شوم که دشمنانم خوشحال گردن، چنان به سرم مصیبت آید که آن مصیبت دشمنان مرا خوشحال کند، از آن هم به تو پناه میبرم. و سبحان الله خواهران عزیز، 4 چیزی که پیامبر میگویند، یکمش میگویند جهد البلاء، بلاهای پر از مشقت که انسان به آن طاقت کرده نمیتواند. درک شقا، بدبختی که در دنیا و آخرت انسان گرفتار می شود. سوء القضاء، از قضاهای بد یا از بلاهای بد که ما میگوییم از آفت و از بلاها. و این چنین شماتة الاعداء، خوشحالی دشمن، مصیبتی که دشمن شما میگوید چه خوش شد که بالایش چنین مصیبت آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این پناه میبردن و حتما اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء و درک الشقا و سوء القضاء و شماتة الاعداء. این دعا رو حتما حفظ کنید، نوشته مانید، چند بار اگر خواندید حفظ میشوید. یکی از بهترین دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم است که تقریبا تمام مصیبت هایی که ما از آن میترسیم در بر میگیرد. از مشقت یا بلاهایی که به آن طاقتمون طاق میشود، میگیم خدایا کی از سرم برداشته میشده باشد، از بدبختی که خودمون ناآگاه هستیم ولی به گناه دست میزنیم، به عذاب ها گرفتار میشویم. این چونین به یک قضا و قدری که یک باره بالای سرمان می آید و هیچ کاری کرده نمیتوانیم. و این چونین از خرسندشوی دشمنان که بالای ما مصیبت می آید و دشمنان از آن خوشحال می شوند. پروردگار از اینها ببخشید، پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینها پناه می بردند. و اینجا حدیث دیگر است که حضرت عایشه میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه میگفتند لن یقبض النبی قط حتی یرى مقعده من الجنه ثم یخیر. اصلا هیچ یک پیامبر جانش گرفته نمی شود تا اینکه او جایگاهش را در جنت می بیند، سپس به او الله اختیار می دهد، می گوید پیامبری من این جایگاهی تو در جنت است، آیا میخواهی اینجا بیایی یا میخواهی در همان دنیا بمانی؟ پیامبر این را به حضرت عایشه میگویند. سپس حضرت عایشه میگویند وقتی پیامبر بیمار بود در روی زانوی من خوابیده بود و بار از خود رفت و باز به خود آمد. سپس چشمانش را به سقف خانه کرد و گفت اللهم رفیق الاعلی، پروردگارا من به رفیق اعلی میخواهم.
پروردگارا من به سوی تو رفتن را میخواهم. حضرت عایشه میگویند من فهمیدم که الان پیامبر را الله برای پیامبر الله اختیار میدهد که تو کجا را میخواهی ای پیامبر من، میخواهی به اینجا بیایی که تو را نعمت انتظار است یا میخواهی در همان دنیا بمانی؟ پیامبر باشند میگویند من به سوی تو میخواهم، من به سوی رفیق اعلی میخواهم، آن دوستی که در بالا هست، آن پروردگاری که بالای سبع سماوات است. و الله چی میگوید؟ وقتی که تو این را اختیار کردی دیگر جان پیامبر را در 63 سالگی میگیرد. خواهران عزیز، 63 سالگی سینی هست که بعد از اینکه به 40 مثل من و امثال من نزدیک شده میفهمیم که اینقدر عمری دراز نیست. 63 ساله ها اینقدر انسان های پیران سال نیستند، ولی آن نعمت و آن بهشت جاودانه که پیامبر را انتظار بود. پیامبر در 63 سالگی وقتی الله گفت که آیا میخواهی بمانی یا بروی، گفتم نه، مرا به نزد خود بگیر. و این چی است؟ این بالاترین درجه ایمان است که انسان از مرگ هیچ ترسی نداشته باشد و بگوید که پروردگارا هر لحظه که هست وقتی تو برای من مرگ را نصیب کردی من میروم. ولی این معنای آن را ندارد که انسان طلب مرگ کند. الان میخوانیم در دوامش از یحیی ابن اسماعیل از قیس روایت است که میگویند ما، یعنی این تابعین میگویند من به نزد خباب آمدم. خباب ابن ارد یکی از صحابه های بزرگ هستند. میگویند خیلی چندین بار بیمار شده بودند و 7 بار از بیماری، یعنی بیماری که در شکم داشتن، خود را با آتش سوزانیده بودند. در زمانهای قدیم خواهران عزیز کی بود؟ یعنی وقتی که انسان یگان بیماری، مثلا یگان جایش مجروح میشد یا گفتیم یگان بعضی بیماری ها میشد، همون مکان را می سوزانیدن به آتش بود. و بیچاره خباب هم 7 بار به بیماری گرفتار شده، 7 بار جای معیوب خود را یا مجروح خود را سوزانده بودند. و خباب وقتی به نزدشان صحابه ها تابعین می آیند میگویند اگر من از پیامبر شنیده نبودم که پیامبر ما را منع کردند که برای خود مرگ نخواهیم، من برای خود مرگ را طلب میکردم. اینجا به خاطر بیماری نه، به خاطر اینکه خیلی اگرچه بین صحابه ها باشد دیگر دنیا دستانش را باز میکند، مال دنیا بالای صحابه ها می آید. در روایت دیگر آمده است که خباب اینقدر ثروتمند میشوند که نمیدانند پولهایشان را کجا مانند و حتی زیر خاک میکنند. میگویند از اینکه به این فتنه ها گرفتار شویم من طلب مرگ میکردم، ولی پیامبر ما را چی کردن؟ از طلب مرگ کردن من کردند. و در حدیث دیگر پیامبر میگویند، از انس ابن مالک روایت است که میگویند لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به فان کان لابد متمنیا للموت فلیقول اللهم احیینی ما كانت الحیاة خیرا لی و توفنی ان كانت الوفاة خیرا لی. پیامبر میگویند وقتی بالای سرتان یگان مصیبت مشقت می آید اصلا طلب مرگ نکنید. یعنی طلب مرگ کردن این ناراضگی به حیات است. خواهران عزیز، ای کاش می مردم، ای کاش این روز را نمی دیدم و می مردم، پروردگار اجل مرا بفرست، پروردگار به من مرگ بده. اینها همش گناه است، اینها همش ناشکری است، اینها همه ضعیفی است. پیامبر میگویند برای خود اصلا طلب مرگ نکنید. اما بعضی حالت های شد که شما می ترسید که شاید شما از دینتان بیرون شوید، شاید شما خیلی به یک فتنه های خیلی وزمین گرفتار شوید، شما را در دینتان به فتنه گرفتار کنند، یا شاید شما با این رفتتان حتی گمراه شوید. در این وقت چی بگویید؟ اللهم احیینی ما كانت الحیاة خیرا لی. پروردگارا اگر زندگی برای من خوب است، در زندگی برای من خیر است، مرا زنده نگه دار، و اگر مرگ برای من بهتر است مرا بمیران. پیامبر میگن علاج نداری. به حالت آمده ای که میگویی مردن برای من به هست، در اون وقت هم نگو که الله مرا بگیر، نه، بگو پروردگارا اگر همین حیاتی دنیا برای من خیر دارد مرا زنده نگه دار، و اگر نه مردنم از این حیات بهتر باشد و من آلایش گناه نشوم،
مرا بمیران یا به من مرگ بده. این بود خواهران عزیز دو سه حدیث. اینجا درباره دعای پیامبر به کودکان هم هست، ولی از اینکه به شما دور و دراز نشود همینجا کفایه میکنم.